به نام خدا. سلام به دخترای نازم و پسرای خوبم. کتاب فارسی 5 رو با درس ستایش شروع میکنیم. میدونیم که همیشه ما برای انجام هر کاری ابتدا نام و یاد خدا رو در ذهنمون و به زبانمون میاریم، برای اینکه معتقدیم که نام و یاد خدا آرامش دهنده دل هاست و باعث میشه که اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم خیلی بهتر و کاملتر انجام بشه. بر همین درس ستایش رو با هم دیگه ابتدا روخانیش رو انجام میدیم و سپس در مورد قالب این شعر صحبت میکنیم. خب، ای همه هستی ز تو پیدا شده، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کریم، چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم، جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت، یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. بله عزیزان من، این شعر از کتاب مخزن الاسرار شاعر بزرگمون نظامی گنجوی هست. خب ابتدا معنیش رو بگیم. عزیزانم، میدونیم که توی شعر ما مصرع داریم و از کنار هم قرار گرفتن 2 مصرع یک بیت به وجود میاد. خب ابتدا معنی بیت اول رو بگیم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بچه‌ها، موقعی که میخواید یه شعری رو معنی کنید احساس نکنید که نمیفهمید یا یک چیز پیچیده‌ایه. نه، از خود کلمات همون شعر اگر بهش فکر کنید و قشنگ اون بیت رو با دقت بخونید میتونید پی ببرید به معنی اون بیت. خب بچه‌ها، میگه که غیر از خدای بزرگ هیچ کس و هیچ چیزی نبوده. درسته؟ میگه ای خداوندی که همه موجودات رو آفریدی. خب ما رو از خاک به وجود آوردی. بچه اینجا خاک ضعیف اشاره داره به ما انسان ها. خب میگه که ما رو از خاک به وجود آوردی، خاکی که ظاهراً ضعیفه و هیچ قدرتی نداره، اما خدایا تو از همین خاک یک انسان رو آفریدی که اشرف مخلوقات. خداوند به اون قدرت انجام خیلی از کارها رو داده. خب بیت دوم، از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. میگه خدایا ما از عواقب گناهایی که میکنیم میترسیم. درسته؟ بچه کلمه بیم به چه معنیه؟ به معنی ترسه. میگه ما از عواقب اون کارهایی که انجام میدیم و گناهانی که میکنیم میترسیم و به بخشش تو امید داریم. از پی توست این همه امید و بیم. میگه به خاطر گناهانمون میترسیم و به بخشش تو چی داریم؟ امید داریم. ما توبه میکنیم و تو هم گناهان ما رو ببخش. هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. کریم به چه معنیه؟ یعنی بخشنده. درسته؟ بیت سوم، چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. خب بچه‌ها، میگه که ما رو توی مشکلاتمون کمک کن. چاره ما ساز یعنی چیکار کن؟ به ما کمک کن. ما رو توی مشکلاتمون کمک کن. ما به غیر از تو، میگه بیاوریم، ما به غیر از تو پناهی نداریم. گر تو برانی به که روی آوریم. میگه اگر که تو ما رو از خود دور کنی. بچه گر مخفف اگره،
تو برانی. برانی یعنی چی؟ یعنی دور کنی. میگه اگر که تو ما رو از خودت دور کنی به کی روی آوریم؟ کجا بریم؟ از کی کمک بگیریم؟ بیت 4: جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت. میگه ما به غیر از تو به کس دیگه روی نخواهیم آورد. اگه تو ما رو مورد رحمت خودت قرار ندی چه کسی همچین قدرتی داره؟ درسته؟ خب و بیت 5: بچه‌ها یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. خب بچه‌ها ببینیم میگه چی؟ میگه توی این زندگی دنیا و آخرت یار و کمک حال ما باش. یار شو میگه یعنی توی این زندگی دنیا و آخرت یار ما باش، کمک حال ما باش. ای مونس غمخوارگان، میگه ای کسی که مونس به چه معنیه؟ مونس یعنی همدم. میگه ای کسی که همدم غمخوارگانه. غمخوارگان یعنی چه کسایی؟ یعنی محرومان. پس مونس یعنی همدم، غمخوارگان یعنی محرومان. میگه به ما کمک کن ای کسی که همدم محرومان هستی. چاره کن ای چاره بیچارگان. بچه چاره کلا یعنی راه حل. درسته؟ چاره کردن یعنی یک راه حل یا پیدا کردن. میگه چاره کن، راه حل مشکلات ما رو به همون یاد بده ای کسی که ای چاره بیچارگان، یعنی ای کسی که امید افراد بیچاره و درمونده هستی. بیچارگان یعنی کیا؟ یعنی افرادی که درمانده و بیچاره هستن. میگه که راه حل مشکلاتمون رو به ما یاد بده ای کسی که امید افراد درمونده و بیچاره هستی. خب دختر گلم و آقا پسرهای خوبم، میدونیم که قالب‌های شعری بر اساس قافیه و ردیف اون شعر در واقع دسته‌بندی میشن. قالب این شعر مثنوی هست. خب قالب‌های شعری مثنوی به چه صورته؟ به این صورت هستش که هر بیت قافیه خاص خودشو داره. یعنی بیت اول قافیهش با بیت دوم فرق داره، بیت دوم قافیهش با بیت سوم فرق داره و به همین ترتیب میره جلو. یعنی هر بیت قافیه جداگانه خودشو داره. به این میگیم قالب شعر مثنوی. خب قافیه چیه؟ قطعا شما توی سالهای قبل بهتون توضیح دادن که قافیه به اون دوتا کلمه میگیم که در یک بیت میاد، خب در مصرع اول بیت و در مصرع دوم بیت، که در واقع معمولا هم قبل از ردیف میاد و تقریبا آخرای اون مصرع قرار میگیره و از نظر آهنگ مثل هم آهنگ هستن. خب حالا گاهی این قافیه ها توی تمام حروف از نظر ظاهری مثل هم، شبیه همن، گاهی هم نه، فقط توی یکی دوتا از حروف مثل همن. خب مثلا بیت اول رو با دقت نگاه کنید. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بچه کدوم دوتا کلمه هستن که آهنگ همو دارن؟ پیدا، توانا. پیدا و توانا اینجا میشن قافیه های این بیتمون. درسته؟ شده و شده هم میشن ردیف. خب حالا بریم بیت دوم. از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. ایم بیم کریم. درسته؟ این دوتا بیم و کریم هم میشن قافیه های بیت دوممون. آیا قافیه بیت دوم با قافیه بیت اول مثل هم بودن؟ نه. بیم کریم، آهنگشون بیم کریم، ولی آهنگ اون دوتا اولیه پیدا توانا. درسته؟ پس هر بیت قافیه خاص خودشو داره. به این جور قالب های شعری، به این شعرها میگیم مثنوی. بیت سوم: چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. ایم یاوریم آوریم. این دوتا قافیه بیت سوم هستن. بیت چهارم: جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت. ساخت نواخت. این دوتا هم قافیه بیت چهارم.
بچه ردیف داره؟ نه ردیف نداره. بله میشه که یک بیتی ردیف نداشته باشه ولی قافیه اینجور شعرها دارن. یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان، غمخوارگان بیچارگان. این همیشه قافیه بیت 5. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش و خدا نگهدارتون.